اگر ارزش دلار از مرز پیش بینی کرده حکومت تاجیکستان بیرون نرود، قرب $1 آمریکایی در سال 2020 در سطح 10 سومانی قرار خواهد گرفت. این قرب دلار پیش بینی وزارت رشد اقتصاد و سودا است که با قرار حکومت تاجیکستان نیز تصدیق شده است و در 3 سال آینده همه نهاد و وزارتخانه‌های بلوک اقتصادی تاجیکستان از روی آن فعالیت خواهند کرد. وزارت رشد اقتصاد در گزارش نوشت تحت عنوان پیش بینی نشان دهنده‌های اساسی ماکرو اقتصادی تاجیکستان برای سالهای 2018-2020 مهمترین نشاندادهایی را که باید جمهوری به آن در این مدت نائل شود معین کرده است. در این دورنما گفته می شود که قرب $1 در سال 2018 به 9 سومانی، سال 2019 به 9 سومانی و 40 درم و در سال 2020 به 10 سومانی برابر خواهد شد. اما این پیش بینی وزارت رشد اقتصاد و سودا بر پایه چند اگر تهیه شده است. با عباره دیگر قرب دلار در شرایط در چنین سطح قرار خواهد گرفت که تاجیکستان صادرات دو محصولات اساسیش، پخته، آلومینیوم، میوه‌جات و سبزیجات و اینچنین نیروی برق را به خارج زیاد کند. دورنما و پیش بینی این است که در سال 2020 تاجیکستان باید از فروش نیروی برق $120 میلیون، از آلومینیوم $420 میلیون، از پخته $150 میلیون سود بگیرد. این درآمدهای کشور با اسعار خارجی برای نگاه داشتن قرب سامانی نقش کلیدی خواهند داشت. هرچند معلوم نیست آیا تاجیکستان در 2 سال آینده به این نقشه‌اش نائل می‌گردد و یا نه، اما تحلیلگران میگویند قرب سامانی از عامل‌های دیگری بیرون نیز وابسته میباشد. ناظم اشانقلوف، اقتصاددان مرکز مرکاتوس در دانشگاه جورج میسن آمریکا، روز 7 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت عین زمان قرب سامانی از ارزش واقعیش بلندتر است، چون به گفته او گردش سودا در تاجیکستان منفی است. یعنی ما خیلی بیشتر از آنی که مال صادر میکنیم مال وارد میکنیم، بنابراین هنوز هم سامانی از نرخ اصلیش گرانتر است، افزود او. اشانقلوف میگوید در صورت بدتر شدن وضع اقتصاد روسیه و یا بالا رفتن معیار بازتمویل اداره فدرالی خزینه‌داری آمریکا، ریسک استوار شدن قرب دلار و پایان رفتن سامانی وجود دارد. اما بانک ملی میگوید سامانی حالا به اصطلاح آزادانه شنا میکند و قرب آن هر روز بر پایه داد و ستدها در بازار بین المللی فورکس تا ساعت 16 هر روز معین کرده می شود. در 3 سال اخیر قرب دلار در تاجیکستان به تدریج تا 30% بالا رفت و عین زمان در سطح 8 سومانی و 80 درم قرار دارد. پرواز قرب دلار به خصوص در نیمه دوم سال 2014 و نیمه اول سال 2015 مشاهده شد. در ماه می سال 2015 رئیس و تمام معاونان بانک ملی برکنار شده و رهبریت نوی بانک سیاست شدید را برای تنظیم وضع بازار اسعار روی دست گرفت. ابتدا در راه فعالیت صرافان خصوصی در کشور محدودیت‌های شدید جاری شده. از 1 دکمبر سال 2015 صلاحیت مبادله اسعار خارجی را پرره به اختیار بانک‌ها گذاشتند و نقطه‌های خصوصی مبادله اسعار را از بین بردند. همین طور در تاجیکستان برای معامله‌های غیرقانونی با اسعار خارجی از جمله با دلار و یورو فروختن منزل و ماشین و مبادله اسعار بیرون از بانک جریمه‌های سنگین و حتی حکم زندان جاری کردند. صاحبکاران تاجیک میگویند پس از این رفرم بانک ملی خرید اسعار خارجی خصوصا دلار مشکل شد، چون که بانک‌های تاجیکستان هنوز در فروش دلار لیمیت را از بین نبردند و در یک روز به یک نفر نه بیشتر از 200-300 دلار میفروشند. سلیمان وفایف، یک صاحبکار در شهر باختر جنوبی تاجیکستان، گفت پس از کمچین شدن دلار دیگر از وارد کردن مال و محصولات از خارج دست کشید. او گفت ما یگان چیز دلار با نمیگیریم هم نمیخریم، چونکه ما کمپانی ما میارن تا که زمین شد ناتونال والیوتا با از خارج هم کمپانی ما میاره که کمپانی خودشون وعده نمیدن خیلی شرط و مکدگی و یا کتی همونجا میارن، اینجا ما با سامون کرده می. تا این تدابیر شدید بانک ملی در تاجیکستان بازار سیاهی اسعار خارجی وجود داشت که گاه از قرب رسمی فرقی کلان نداشت. بانک ملی میگوید یکی از نتیجه های مثبت رفرم اخیرش این بود که بازار سیاه از بین رفته همکنون قرب رسمی و بازاری قریب با هم برابر هستند.